داستانی از شجاعت. هارجیت سینگ روی نیمکت کنار نوار نقاله فرودگاه نشسته بود و منتظر رسیدن چمدانش بود. خسته و سردش بود و به این آب و هوا عادت نداشت. در آمریتسار، جایی که از هند آمده بود، هوا 37 درجه بود. در پاریس فقط 14 درجه. پدرش او را صدا زد. عجله کن هارجیت. راننده نمیتواند خیلی بیشتر از این برای تو منتظر بماند. هارجیت کمی ناراحت بود. او نمیخواست به پاریس بیاید. او میخواست در هند با دوستانش بماند. اما چون پدرش پیشنهاد کاری در فرانسه دریافت کرده بود، مجبور شدند هند را ترک کنند و شروع جدیدی داشته باشند. هنوز کنار نقاله چرخان منتظر بار خود بود که هارجیت ناگهان حس کرد کسی به او خیره شده است. او دور و برش را نگاه کرد و پسری را دید که انگار 10 ساله بود. همسن هارجیت. آن پسر داشت به کلاه هندی هارجیت زل می‌زد، چیزی که هارجیت را ناراحت و خجالت زده کرد. هارجیت با عصبانیت به سمت نوار نقاله رفت و کیف بزرگی را دید که شبیه کیف خودش بود. کیف را قاپید، هرچند کاملا مطمئن نبود که کیف خودش است. تنها چیزی که می‌دانست این بود که می‌خواست از فرودگاه خارج شود و از آن چشمان کنجکاو دور بماند. وقتی به سمت آپارتمان جدیدشان رانندگی می‌کردند، هارجیت از پنجره ماشین به بیرون خیره شد و متوجه شد که همه چیز در مقایسه با خانه چقدر متفاوت به نظر می‌رسد. تمیزتر بود. ساختمان‌های بزرگ و زیبایی با نقاشی‌های طلایی رنگ روی آنها و مجسمه‌هایی بر فراز آنها. آسمان بسیار خاکستری و زمین خیس از باران بود. او افراد زیادی را دید که بیرون مغازه‌ها نشسته بودند و قهوه می‌نوشیدند و صحبت می‌کردند. وقتی ماشین پشت یک چراغ راهنمایی توقف کرد، هارجیت شیشه را پایین کشید تا بتواند گوش دهد. با خودش فکر کرد، آنها خیلی عجیب صحبت می‌کنند، اما می‌دانست که همه اینها بخشی از این تجربه است. پدرش هنگام عزیمت از هند گفت: از این سفر سود خواهی برد. خیلی از دوستانت حاضرند برای فرصت سفر به اروپا جان خود را فدا کنند. نباید بترسی. این یک ماجرایی است. همینطور که خودرو به راهش ادامه میداد، هارجیت متوجه شد که سکوت عجیبی جاده را فرا گرفته است. با خودش فکر کرد: در پاریس ماشین‌ها برای هم بوق نمیزنند. ماشین‌های زیادی هستند، اما همه در صف‌های منظمی حرکت می‌کنند. همه در صف‌های جداگانه. ماشین‌ها اصلاً گیر نمی‌کنند، فقط به حرکتشان ادامه می‌دهند. در هند اصلاً اینطور نیست. آنها به رانندگی در شهر ادامه دادند و خیلی زود از کنار یک ساختمان فلزی عجیب و با اباحت گذشتند که تعداد زیادی از مردم در آنجا ایستاده بودند و عکس می‌گرفتند. زیر لب گفت: من تعجب می‌کنم که آن چیست. شاید چیزی شبیه معبد طلایی یا تاج محل باشد، جایی که مردم از سراسر جهان برای عکس گرفتن به آنجا می‌آیند. ناگهان ماشین ایستاد و مردی دوچرخه سوار از جاده جلوی آنها عبور کرد. مرد برای تشکر دست تکان داد و پسر جوان با خودش خندید. با خودش فکر کرد: اینجا کشور خیلی عجیبی است، جایی که ماشین‌ها برای عبور مردم از جاده توقف می‌کنند. خانواده خیلی زود به آپارتمان جدیدشان رسیدند و پدر هارجیت به او گفت که باید خیلی زود به رخت خواب برود چون خیلی دیر شده و باید روز بعد در مدرسه ثبت نام کند. هارجیت با ناراحتی وارد اتاق جدیدش شد و در را پشت سرش بست. اما همین که داخل رفت، دوباره از محیط اطرافش شگفت زده شد. اتاق بسیار بزرگ بود و یک دیوار با پنجره‌های خیلی بزرگ پوشیده شده بود. سقف آنقدر بلند بود که حتی اگر خود هارجیت و همه دوستانش را روی هم میچیدند، باز هم نمیتوانستند به آن دست بزنند. این فکر هارجیت جوان را غمگین کرد، زیرا باعث شد دلش برای پدر بزرگ و مادر بزرگ و دوستانش تنگ شود. او که نمیدانست چه کار دیگری باید انجام دهد، روی تخت پرید، سرش را در بالشتش فرو برد و گریه کرد. هارجیت صبح روز بعد کمی پیش از طلوع کامل آفتاب از خواب بیدار شد و فهمید که همه چیز واقعاً یک خواب نبود. او واقعاً در پاریس بود. از تخت با این آمد و به چند نفر که بیرون از پنجره بودن نگاه کرد. همه چیز با آمریتسار کاملاً فرق داشت. او دلتنگ سر و صدای همیشگی معبد طلایی بود. آدم‌ها، ماشین‌ها و ریکشاها. آن صداها برایش آرامش بخش بودند. به آنها عادت داشت و حالا دلش برایشان تنگ شده بود. او تصمیم گرفت نگاهی به عکس‌های دوستان و خانواده‌اش بیاندازد که همراه خود آورده بود.
روی زمین نشست و پاهایش را به حالت ضربدری گذاشت و کیفش را به سمت خود کشید. اما همین که خواست زیپ کیف را باز کند، متوجه شد یک جاکلیدی کوچک به زیپ آن وصل است که به شکل ساختمانی بلند قامتی بود که شب قبل در مسیرش از فرودگاه دیده بود. وقتی کیف را باز کرد، درخشش طلایی رنگی مثل صندوق‌های دزدان دریایی نمایان شد و داخلش چیزی براق و آشنا دید. داخل کیف تصویر کوچکی از معبد طلایی و یکی هم از تاج محل بود. اشیای دیگری هم از هند آنجا بود که دلتنگی او برای وطن را شدیدتر کرد. تصاویر کوچک را از کیف بیرون آورد و هر کدام را به نوبت بوسید و بعد با احتیاط سر جایشان گذاشت. از دیدن چنین اشیای آشنا از هند محبوبش هیجان زده شده بود، اما وحشت زده هم بود. این کیف مال منه؟ چطوری به بابا بگم که کیف اشتباهی رو از فرودگاه برداشتم؟ ناگهان صدایی از راهرو به گوش رسید. صدای پدر هارجیت بود. هارجیت، پسرم، بیدار شو، وقت آماده شدن برای مدرسه است. امیدوارم برای دوستیابی، یادگیری زبان جدید و تجربه غذاهای تازه هیجان زده باشی. اینجا کلی چیز برای کشف کردن داری. پدر هارجیت با چهره‌ای بشاش در آستانه در ظاهر شد و پرسید: یادت در این باره حرف زدیم؟ این سفر برای تو واقعا هیجان انگیزه. هارجیت با چشمانی اشکبار به پسر نگاه کرد. اما بابا، دیروز اون پسر تو فرودگاه به کلاه محلیم خیره شده بود. نکند مجبور شوم که موهایم را کوتاه کنم. مردم اینجا زیاد لبخند نمیزنن. همه حرف میزنن ولی من نمیفهمم چی میگن. اصلا زیاد انگلیسی هم حرف نمیزنن که شاید بهتر میفهمیدمش، چون توی مدرسه یاد گرفتم. فقط میخوام برم خونه. حتی لباسای خودم رو هم ندارم چون کیس اشتباهی رو از فرودگاه برداشتم. هارجیت با این اعتراف آخر به سوی پدر دوید و در آغوشش شروع به گریه کرد. پدر آرامش بخش گفت: نگران نباش پسر گلم. صبر کن و ببین. امروز همه چیز خوب پیش خواهد رفت. باید شجاع باشی، اعتماد به نفس داشته باشی و به خودت باور داشته باشی. حالا لباس بپوش، بیا پایین و با من و مادرت صبحانه بخور. به فرودگاه زنگ میزنم و به زودی کیف خودت را هم خواهیم داشت. خواهی دید. وقتی صبحانه تمام شد، هارجیت روحیش بسیار بهتر شده بود. مادر را بوسید و از در به بیرون دوید تا سوار ماشین شود و پدرش او را به مدرسه برساند. وقتی بالاخره رسیدند، هارجیت متوجه شد کلی بچه بیرون دروازه مدرسه ایستادند. همشان یونیفرم مرتبی پوشیده بودند، به فرانسوی حرف می‌زدند و حتی یک نفر هم دستار یعنی عمامه به سر نداشت. پسرک ناگهان دوباره احساس اضطراب شدیدی کرد. وقتی پدرش این تغییر حال را دید، دستش را به سوی تنها پسرش در دراز کرد و گفت: بیا بریم داخل تا یه نگاهی بندازیم. فقط نگاه کردن که چیزی رو از دست نمیدیم. و همینطور که این را میگفت لبخند زد. انگار همش یک ماجرایوی بزرگ بود. این باعث شد هارجیت کوچک حس بهتری پیدا کند. همین که در راه روی بلندی قدم می‌زدند، هارجیت متوجه شد کلی عکس از آن ساختمان فلزی بلند به دیوارها نصب شده. به حلقه کلید کوچک کیف فکر کرد و همه آدم‌هایی که شب قبل هنگام عبور از فرودگاه با دوربین‌هایشان مشغول عکس گرفتن بودند. حتما این ساختمان برای اینجا خیلی مهمه. عجب، نامش چی میتونه باشه؟ همین که آنها در اتاق انتظار بزرگی نشسته بودند و منتظر آمدن مدیر مدرسه بودند، هارجیت پسری را دید که تنها در راهرو ناله کنان گریه میکرد. این همون پسره که دیروز تو فرودگاه دیدم. به سختی میتوانست شگفتی خود را کنترل کند. همون پسریه که به کلاهم خیره شده بود. هارجیت آستین پدرش را کشید. بابا نگاه کن، نگاه کن، این همون پسر دیروزه. پدر پیشنهاد داد: پس چرا نمیری سلام کنی؟ بعضیها از روی کنجکاوی نگاه میکنند. نیت بدی پشتش نیست. هارجیت تصمیم گرفت شجاع باشد. پس به سمت پسرک رفت و لبخندی زد. پیر به هارجیت خیره شد و کمی شرمسار به نظر می رسید که گریه‌اش را دیده بودند. سلام، اسمم هارجیته. دیروز از هند اومدم. تو انگلیسی بلدی؟ پیر لحظه‌ای مکث کرد و بعد گفت: کمی انگلیسی بلدم. من پیرم. هارجیت پرسید: پیر، چرا ناراحتی؟ آنگاه پیر توضیح داد که تازه پس از تعطیلات خانوادگی از هند برگشته. فردا باید برای کلاسم درباره سفر به هند صحبت کنم و چیزهایی که جمع‌آوری کرده بودم را نشون دهم، ولی کیفم را در فرودگاه گم کردم و حالا نمیدونم چه کار کنم. هارجیت با شگفتی فریاد زد: باورم نمیشه. فکر کنم کیف تو پیش منه. اشتباهی از چرخانه برداشتمش. پیر پرسید:
پس اون پسر کنار چرخانه تو بودی؟ هارجیت با اشاره شست‌هایش به سینه‌اش گفت همونم که می‌بینی. آنها با انگلیسی دست و پا شکسته‌ای که بلد بودند گفتگوی گرمی راه انداختند. کم کم هر دو کاملا روحیه گرفتند. پیر از پیدا شدن کیف گم شده آسوده خاطر شد و هارجیت به سوی پدرش دوید تا ماجرا را تعریف کند. آن روز پیر حواسش جمع بود که هارجیت را با محیط مدرسه آشنا کند و او را به دوستان جدید زیادی معرفی کرد. هنگام زنگ تفریح، هارجیت درباره آن ساختمان فلزی عظیم که شب قبل و در عکس‌های مدرسه دیده بود پرسید. پیر با صدایی مملو از غرور گفت این برج ایفل اول برای نمایشگاه جهانی به مناسبت جشن انقلاب فرانسه ساخته شد ولی الان جاذبه گردشگری فوق‌العاده‌ایه. مامانم همیشه میگه اینجا یکی از رمانتیک ترین جاهای دنیاست. در پایان روز هارجیت به خانه رسید تا برای والدینش از تجربه‌های شگفت‌انگیز، چیزهایی که یاد گرفته و به اشتراک گذاشته بگوید. بابا فکر نمی کردم کسی به حرفهام یا جایی که ازش اومدم علاقه‌مند باشه ولی اشتباه می کردم و تو راست می گفتی. این واقعاً یه ماجراییه. آن شب وقتی روی تخت جدیدش دراز کشیده بود و به زمزمه ماشین‌ها در خیابان پایین گوش میداد، چنان هیجان زده بود که به خواب نمی رفت. پیر از او خواسته بود فردا در کلاس کنارش بایستد و در توضیح درباره هند به او کمک کند. با این همه دوست جدیدی که پیدا کرده بود، بی‌صبرانه منتظر بود تا از زندگی در فرانسه و زبان جدیدش سر در بیاورد. هنوز بلتنگ خانه بود، اما کم کم می‌فهمید که کمی شجاعت، کمی درک و دیدگاه باز چطور به رشد او کمک می‌کنند. این بیشک آغاز ماجرایی کاملاً تازه‌ای بود. خب مرسی که تا انتهای داستان همراه ما بودید. لطف کنید برای خوشحالی هارجیت سینگ و دوست فرانسویش ما رو لایک و فالو کنید. اگرم مایل بودید به بقیه معرفی کنید. منتظر داستان جذاب بعدی باشید. بای بای.